سلام بچه‌ها، امروز میخوام تو این ویدیو بهتون راجع به اصلی ترین قسمت تحلیل تکنیکال یعنی مارکت استراکچر یا ساختار مارکت صحبت کنم. ببینید، مارکت استراکچر یا ساختار مارکت یعنی اینکه اون چارتی که الان ما داریم نگاش میکنیم بتونیم تشخیص بدیم که سناریوش چیه. یعنی اینکه تشخیص بدیم مارکت ما بولیشه یا بریشه. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه هر آدمی که الان این چارت رو نگاه بکنه و هیچ اطلاعاتی هم نداشته باشه میتونه بگه که مارکت ریخته. ولی اینکه الان ما بدونیم صرفا مارکت ریخته، خب ریخته که ریخته، به چه درد ما میخوره؟ میخوایم یه تریدی اینجا انجام بدیم و ازش سود بگیریم دیگه. برای همین باید دقیق بدونیم که کجاها میتونه، تو کدوم محدوده ها میتونه مارکت ما برگرده. برای همین میایم واسه خودمون یه سری قوانین تعریف میکنیم. چرا؟ چون که وقتی که این قوانین رو تعریف میکنیم میشه فهمید چه زمانی احتمالش هست که این موجها روندشون عوض شه. مثلا این موجی که داره میره بالا، کجا احتمالش هست که دیگه بخواد برگرده بیاد پایین؟ کی قراره که روند عوض شه و سل بشه؟ خب بچه‌ها الان نگاه بکنین این چارت رو. اگه دقت بکنین میبینین اینجا یک روند ریزشی ما داشتیم. بذار این علامت بزنم. اینجا ما یه روند ریزشی داشتیم. این رو این بندازم. اگه دقت کنیم نگاه کنین، مارکت مثلا از اینجا یا از اینجا ریخته، یه اصلاح زده، ریخته، یه اصلاح زده، دوباره ریخته، اصلاح، همینجوری مسیرش ادامه داده تا این نقطه. این نقطه بعد چه اتفاقی افتاده؟ مارکت روندش تغییر کرده، شروع کرده رفتن به بالا. حالا میایم چیکار میکنیم؟ میایم دونه دونه اون موجایی که به نظرتون خیلی تابلوه علامت میزنیم. واسه اول کار میایم چیکار میکنیم؟ یه تکس اینجا میذارم LH لوئر های، اونم سبز میکنم، یه دونه اینجا میذارم، یه دونه اینجا میذارم، بعد واسه این برم قرمز تکسش فقط عوض میکنم، لوئر لو یعنی لو پایین تر. خب ببینین این خط من پاک میکنم دیگه، یه نیازی نداره. دقت کنیم ببینید یه لوئر پایینتر داریم رفته بالا، یه های پایینتر داریم، یه دونه لوئر لو داریم، یه دونه لوئر های. همینجوری به ترتیب به صورت موج دقت کنیم اینجوری مارکت ما حرکتشو تا اینجا میشه گفت. حالا ما اینجا میزنیم، اینجا ندیدیم، اشکال نداره، لوئر های. خب اینا رو علامت زدیم. خب الان ممکنه واسهتون سوال بشه، ببینیم وسط ما یه سری پایه‌های دیگه هم داشتیم، یه سری لوهای دیگه هم داشتیم. ببین اینجا یه لو داریم، اینجا یه دونه های داریم، اینجا داریم، اینجا داریم. چرا اینا رو من علامت نزدم؟ گفتم که یه سری قوانین باید واسه خودتون تعریف بکنین. ببینین الان مثلا این شروع کرده به ریختن، فرض کنید چارت این شکلی بوده، این یه خورده رفته بالا. ما چرا این علامت نزدیم؟ ما یه ابزار فیبوناچی اگه بزنیم، حالا بیایم اینور یه ابزار فیبوناچی اینجا میذاریم، علامت میزنیم. فرض کنیم قیمت اینجا بوده، رسیده به اینجا یه دونه بریک آف استراکچر داشتیم مثلا اومده، بعد قیمت رفته اصلاح کرد. ببین حتما باید اصلاح، حتمایی که میگم منظورم 95% مواقع اصلاحی که انجام میشه حتما باید به 50% برسه که ما بتونیم بگیم یه دونه اینجا لوئر های زده مثل اینجا. حالا این اگه دقت بکنی این پس این قبول نمیشه. خب این قبول نمیشه. دوباره اینجا ما یه خورده رفته بالا، نگاه کنی این پس قبول نمیشه. ولی اگه بیایم اینجا تا اینجا بکشیم میبینید دقیقاً به همون 50% رسیده، برگشته. پس ما یه دونه لو پایینتر زدیم. اینو الان پاک کنم اینجا متوجه شدین. اینا رو پاک میکنم. رسیده به این نقطه، رفته بالا، دیدین که 50% شده. دوباره اینجا رسید به اینجا، اینو نگاه میکنی میبینی 50% شده یا نه. اینجا یه نکته ای داره، رسید به اینجا چون که هنوز اینو نشکونده پس ما اینو حساب نمیکنیم، حتما باید قبلی شکسته باشه. ببینید اینجا قبلی شکوند، برای همین براش فیبوناچی زدیم. شد دو تا نکته. اول میبینید قبلی رو میشکونه یا نه. وقتی که شکوند تازه فیبوناچی رو میزنیم. دوباره میایم اینجا قبلی رو نشکونده پس فیبوناچی نمیزنیم. این اهمیتی واسه ما نداره. اینجا هنوز روند سله، میاد پایینتر، اینجا فیبوناچی میزنیم، دقیق به همون 50 خورده روند چیز شده. این یکی نگاه کنین، این تا 60% رسیده، پس این هنوز حساب میشه. حالا این روند همینجوری ادامه داشته، مارکت سل بوده. این آخرینه دیگه. اومده چه اتفاقی افتاده؟ مارکت اومده اینجا واسه خودش یه حالت رنجی زده، یا اگر بخوایم خود بزرگتر نگاه کنیم یه جورایی فاز اکیومولیشن هم داره. اینجا میایم اینجا چیکار میکنیم؟ اینجا یه دونه خط میکشیم به این صورت. آخری رو اگر شکوند و رفت بالا برگشت پایین، حالا اینجا میگن ریتست انجام شده ولی ریتست نیست. حالا ما جلوتر متوجه میشیم که اینجا یه دونه نقطه ورود برای ما بوده، ولی خب هر سبکی یه اسمی واسه خودش گذاشته. ما اینجا یه دونه فیر ولیو گپ داریم که بعدا بهتون توضیح میدم. حالا اینجا اومده آخرین های ما رو شکونده. وقتی اینجا شکونده مارکت بالا شده، روند ما اینجا میگیم عوض شده. خب بچه‌ها دیدیم که توی تایم فریم دیلی الان ساختار مارکت ما چه اتفاقی افتاده.
روند ریزشی بوده تا اینجا ما شکستمون اتفاق افتاده و روند بای شده رفته بالا. حالا این به چه دردتون میخوره؟ این به این دردتون میخوره که شما از این نقطه تا این نقطه نگاه کنید چقدر بوده، 205 روز بوده، حتی قبلش هم بوده. حالا اینجا رو ما حساب نکردیم، از اینجا ما حساب بکنیم 409 روز مارکت ما سل بوده. یعنی شما اینجا فقط باید سل میگرفتید. درسته که میشد توی این موجهای اصلاحی بایم گرفت، ولی روند کلی وقتی سل باشه شما اگه برین سل بگیرین خیلی مطمئن تره. حالا این توی تایم فریم دیلی و یه نکته هم بهتون بگم، هرچی تایم فریم بالاتر باشه قانونی که بهتون گفتم معتبرتره. یعنی شما اگه بیایم توی تایم فریم پایین غیر از اون 50% میتونه اون زیرش عوض بشه. حالا مثلا تایم فریم 1 ساعته میکنم، نگاه بکنید توی تایم فریم 1 ساعته ما میایم به این نقطه آخرمون میرسیم. خب توی این نقطه آخر موج از اینجا شروع شده، اینجا شکست اتفاق افتاده، ما یه خطش میکشیم، اینجا شکست اتفاق افتاده، رسیده به این نقطه، میم نقطه موجاشو پیدا میکنیم. ببینین اینجا بوده، اینجا بوده، اینجا و اینجا، آخری اینجا بوده دیگه. بچه حالا اگه اینجا دقت بکنی توی تایم فریم پایین اگه بخوایم موجا رو دقیق پیدا بکنی می‌بینی که اون قوانین 50% نقض شده. مثلا اینجاش درست شکست اتفاق افتاده ولی ما هیچ چیز دیگه ای نداشتیم. یعنی از اینجا تا اینجا اگر یه فیبوناچی بزنیم این موج آخر ما میشده دیگه، آخرین های ما بوده دیگه. می‌بینید ولی به 50 نرسیده، پایین تر از اون بوده، ولی خب ما اینجا مجبوریم قبولش کنیم. چرا؟ چون که تایم فریم ما پایینه و همونطور که گفتم 100% اینجا عمل نمیکنه. پس ما میایم چیکار میکنیم؟ این آخر اومده پایین رفته بالا اومده، این نقطه رو ما علامت میزنیم، یه خط میکشیم، اینو من بکشونم تا اینجا. اومده اینجا شکست ما اتفاق افتاده، اینجا ساختار ما بریک شده، اینجا شکست انجام شده، اومده اینجا حالا کلاسیک کار اینجا میگن ریتست انجام شده، ولی اونجا ما در واقع یه دونه فیر ولیو گپ تو این کندل داریم که تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم چجوری اینا رو پیدا بکنین. اومده اینجا مارکت رفته بالا، بعد دوباره اگه اینو حتی بکشیم یک جورایی مثل ساپورت هم میتونه واسه ما عمل بکنه. ببینید یه بار اینجا خورده، حالا دقیق نخورده، یک چند پیپ فاصله داشته، ولی اینجا خورده و اینجا خورده و اینجا رو اگه دقت بکنین کندل رو میبینید. معمولا این کندلای بزرگ تایمای اخبارن. اگه تایمتون رو روی نیویورک تنظیم کرده باشین که باید تنظیم بکنین، چون که سبک ICD زمان خیلی براش اهمیت داره، تو چه بازه‌های زمانی این کار میکنین، چه ساعتایی قراره کار انجام بدین، برای همین این نیویورک بذاریم بهتره. حالا منم نیویورک و ساعت 8 نگاه کنین، معمولا اخبار 8 یعنی اینا همین حدودا میاد که حتی تایم اخبار میاد کندلای بزرگ میزنه و استاپای خیلی ها رو میزنه. ببینید به اینجا چقدر قشنگ واکنش داده، اومده استاپای این زیر زده ولی کلوزش رو اینجا داده. این کلوزش ببین 2 پیپه، یعنی هیچی نیست، واقعا چیز خاصی نیست. اومده دوباره یه دونه ریاکشن نشون داده، حالت حمایت شده، ساپورت شده، هر چی شده رفته دوباره بالا و مارکت ما بای شده کلا. و دوباره ببینین اصل کاری اگه تایم فریم بالا نگاه بکنی میبینی اینجا بار اول که خورده میبینی یه واکنش داشته ولی رفته بالا، برگشته تقریبا اینجا رسیده بهش و مارکت ما بای شده و رفته بالا. پس دیدین که با استفاده از این قوانینی که بهتون گفتم ساختار مارکت ما میتونیم شناسایی کنیم. وقتی که حالا اومدیم ساختار مارکت شناسایی کردیم، فهمیدیم اون مارکت ما بایه یا مارکت ما سله، میایم بر اساس اینا ما تریدای بای و سلمون رو میگیریم و میایم یه سری محدودیات تعیین میکنیم، یه سری نقاط تعیین میکنیم. با استفاده از اونها وقتی که اون قوانینی که استراتژیمون داره برقرار شد، میایم تریدمون رو میزنیم. تو ویدیوهای بعدی بهتون راجع به محدوده و نقاط بیشتر توضیح میدم، ولی این ویدیو همینجا تموم بشه چون فکر کنم ویدیو طولانی هم شد، ولی خب فکر کنم مهمترین، نه همشون مهمه ولی مارکت استراکچر که مهمترین اصول تحلیل تکنیکاله. و در آخر اگر از این ویدیو لذت بردین و براتون مفید بوده، ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید.